عزیزانم رفتین خونه فقط یه کلمه بنویسین من مامان بابامو دوست دارم. خانم چه خبره؟ چقدر زیاد مشق میگی؟ معلم ریاضیمون هم گفته رفتین خونه بنویسین 2 + 2 4. ای بابا باشه ولی خب در عوض یه مرور فصل بکنین دیگه. چه خبره خانم؟ خیلی خوب اصلا مشق خونه ندارین برین حال کنین. چقدر معلم‌ها سختگیرن. خب نوبت مشق خونه است. آقا تو رو خدا رحم کن ما سر کارم میریم. رحم میکنم عزیزم رحم میکنم. میرین خونه 80 صفحه مینویسین یا ایها الذین آمنو. آقا به خدا نمیرسیم. حرف نزن بیشتر میشه. باشه غلط کردیم فقط یا ایها الذین آمنو چی؟ بقیه‌اش بنویسید به پدر مادر خود نیکی کنید. هر کی نیکی نکرد سگ شد. آقا 80 صفحه. خفه شو گوش کن. شما کلاس چندمید؟ آقا ما 5میم. کتاب فیزیک 12 رو میارم براتون. مسئله هاشو یکی به یکی باید حل کنید. آقا گرفتی ما رو؟ الان به من چی گفتی؟ آقا غلط کردم. هر چی بگی می‌نویسی. این شعر هست باز باران با ترانه میکوبد بر بام خانه. بله اینو باید چپه حفظ کنید. آقا ما نمیفهم یعنی چی چپه حفظ کنید؟ مثلا بیت اولش میشه باز میکوبد ترانه محکمی بر بام خانه. این محکمی نداشت. اینجا من میگم چی درسته چی غلطه. باشه چشم. بعدم که نوشتین میدین ننه باباتون امضا کنن اثر انگشت بزنن چهره نگاری میشه. آقا اونم چشم. دیگه چی؟ فردا هم بیاید میخوام همتون رو بزنم. آقا ما که گفتیم مینویسیم دیگه برای چی؟ فردا باشگاه داشتم کنسل شد. دیگه میخوام با شما یه جور خودم گرم کنم. به جای نده اطفالو گم شو برو زودتر بنویس. من همه اینا رو تا فردا میخوام.